خوب باشه انشالله زندگیش بهتری میکنه. انشالله 2 ساعت نه 3 ساعت میابیم خونه را در جایی انشالله ساز میکنیم. ما مراجعه کردنیم برادرها که در انمی حدود ناحیه ترسونزاده خلاص که هر وقتی که زمین پیدا میشه ما میریم زمین رو میبینیم محکوم میکنیم ساختمان بعد از زمستان انشالله ما نیاز میکنیم که سر کنیم. السلام علیکم برادرها پدران و مادران. دایی بسیار گپ نمیزنیم و میایم سر مقصد برادرها. ما رفتیم خونه انمون مادری که در بگیم مرگ زندگی میکرد 1 سال پیش. طول 1 ساله که در کوارتیر سینما کردگان 400 تومان زندگی میکنن در همون خدی ریگر و ما با خلاصه آمدیم که به انمی مادر یکون زمین یکون جا بیاویم و دستگیریش کنیم که خونه سوزنه. الحمدلله اوجه برادرها کمکش کردیستن و ما چی کمک کرده میتونیم و ما میخوایم که پهن کنیم بیاویم زمینی که مثال کدومی میتونه زمین داده زمین بیاویم و او را در ساختمانش کمک کنیم. برادرایی که در همون گرد اطراف ریگر در درون رایون هم نباشه رایون بیرون مقصد در همون گرد اطراف ریگر اگر اون کس زمین داشته باشه و بتونه برای انمی مادر جدا کرده 2 ساعت خیلی 1 ساعت خیلی در ما بنویسین اینستاگرام ما در برادرها یا در تگ انمی ویدیو در کامنتر بنویسین نمره خودتون همون کدومی که میتونه جدا کرده در نزدیکی رایون باشه. به خاطر چی نزدیکی رایون؟ به خاطر که مقصد امی مادر شوهرش معیوبی گروه دیگه در یک جا کار میکنه. ما میخوایم که برای اون نزدیک باشه که کار رفتن اومدن سبکش باشه و در آینده با عذاب نکشن مثلا با محتاج نشون. وقتی خونه را ساز میکنیم با امید خونه ساز کنیم یک بوره مثلا زندگیشون رو بزیب نکنیم. به خاطر همین اگر که به شهر چند نزدیک باشه همون مقصد پول یافتن آسان میشه. و کدامی که باید تکرار میکنم دور زمین این کوینه دوره که جدا کنه 2.5 ساعت زمین برای انای مادر اجازه بده که ما در حوالی انمون نزدیک حوالی همون در ساختمان مقصد سر کنیم. مرحمت برادرها اینستاگرام میاد بنویسید و تگ همین ویدیو در کامنتر در بنویسید نمرات نمونه ما ان شاء الله شما در تماس میبریم. واقعا در همون الله خدا نگهبان. السلام علیکم به همه برادران پدران و مادران. ما رفتیم شهرک ترسونزاده یعنی نام پیشترش ریگر بگیم بسیاری به همین نام میشناسن. رفتیم با کمک انمون مادری که مقصد در مرگ در سرخانه زندگی میکرد با کمک انمون مادر رفتیم و انشالله ما یک چند دقیقه پس خونه انمون مادر در میشیم. خدا خواهد ما را همراهی کنیم برادرها دستگیری کنیم همین ویدیو را پدیلیت کنید در دوستانتون رمان کنید که چند خب بسیار ببینن آدما همون خب возможности کمک کردن بسیار میشوه. به خاطر همین برادرها لایک کامنتار یا پادپیس هیچ وقت خیاطو نبرورین. چند بار من در هر ویدیوم تکرار کردم که این برای پیشروی کاری ما چند قشما لایک بسیار مونده همون که مثال همین ریتینگ همین ویدیو بلند میشوه همون که آدم بسیار نگاه میکنه همون که возможности یاردم کردن بسیار میشوه برادرها. به خاطر همین ما را همراهی کنیم پناهتون به خدا برادرها. ما میدان میریم طرف خونه انمو خولشکه. السلام علیکم به همه برادران پدران و مادران. ما قرار داریم در انمو داریم که مدلی که در مرگ زندگی میکنه اجاره نمیشه باز ما میبریم انشاءالله خونش و تجش صحبت میکنیم با ما باشه خوب باشه انشاءالله زندگیش بهتری میکنیم. السلام علیکم به همه برادران پدران و مادران. ما قرار داریم در شهرک ترسونزاده بفشی ریگر خونه انمون مادری که با فرزندانش در مرگ زندگی میکرد که در کانال اویلا تیجی بیشتوری ما دیدیم و شاهد شدیم. ما خونه انمون مادر در قرار داریم که از پدر این مادر هستن و ما با خواهش بیشتوری برادرها کمک به انمون مادر اومدیم. سلام علیکم یا بار دیگر. ما خواجان در یوتیوب کانال داریم چایی که شما را اومدن سیانکه کردن انا خیلی ما را برادرها مراجعه کردن که ما بیایم شما را کمک کنیم چایی که ما پیش اینو برای شما فهمونده. خواجان شما چند قبط که در انمو سردخانه یا بگیم مرگ زندگی کردین خواجان؟ من مدت 6.5-7 سال در سردخانه بیمارخانه زندگی کردم. صاحبی گویا 6 فرزند شدم. 5 تاش دست دادم. 1 تاش همراه هم ماند. و چند سال شد که اجاره نشینه؟ 1 سال شد. 1 سال شد. سال از 1 سپتامبر به همین خانه آمدم که سردخانه گرفته هم جایی انالیز کردن جایی
студента мехондагӣ ҷо карам ман хестаму ба иҷорашинӣ буромада. اجاره پولی چند سوم است؟ иҷора пулем 400 сомон аст. بعد ما پدرمون فهمیدیم که شوهرتون کار میکرده معاشش 400 سومون و باز فهمیدیم که معیوبی گروهی دویم بوده است. فهمو خواهر جان و بسیاری ها برادران مراجعت کردن که مسئله خانه ده. ما خواستیم خواهر جان برای شما زمین برادرایی که مثال از بسیاری فکر کردن ما وقتی پیش مادر را یاردن کردیم بسیاری ها مادر زنگ میزنن میپرسن که پرویز زمین چند سوم در کی جای زمین برادران مالکیت دولت و خرید و فروش نمیشه و بعضی آدم‌ها هستن که دولت برای زمین دادگی مثلا جدا کردگی دولت و یا خانه ساز کنه و یا اجازه میتن که در همون زمینی که دولت برای دادگی مثال فلان یک کمبغل یا محتاج خانه ساز کنن و ما یگان با زمین خریدگی نیستیم و ما نمیدونیم که سوتیق زمین چند سومه و خاطر همین مادر ما شما در گفتنیم که مقصد ما مراجعه کردنیم برادرها که در انمی حدود ناحیه ترسونزاده مقصد زمین باشد اگر یکان کس در زمین خودش 2 سوتیق جدا کرده با ما بتن خالصاً لله مقصد و ما میخواهیم که برای شما خانه برداریم 2 خانه 2 درخانه 1 تا حمام 1 تا حاجت خانه 1 تا کوخنی همین مسئله پیش شما مصلحت کنی اومدید و شما میخواهید که همین خانه در همین حدود در خود مرکز همین ترسونزاده باشه یا در حدودش هم باشه میشه در حدودش گرد و نواحی ترسونزاده باشد میشه من راضیم مثلا در قشلاق زندگی کردگی مثل شرایط قشلاق هم میدونیم مثل چخیل کک چیمو فهمو و برادرها کدامی که در ناحیه ترسونزاده زندگی میکنه در حدود ناحیه ترسونزاده برادرها بازم تکرار میکنم من میدونم که بسیار هم برادرایی که مقصد زمین دارن 6 سوتیق 10 سوتیق 20 سوتیق دولت جدا کردگی باید دادگی ما کدامی اگر که امکانات داشته باشه 1.5 سوتیق ما از 1.5 سوتیق زمین در ساختمان کردیم الحمدلله خانه خوب ساز کردیم 1.5 تا 2 سوتیق زمین کدامی داده میتونه مرحمت اینستاگرامی ما برادران مراجعت کنین و بنویسین مادر مثلا ما میریم زمین هم میبینیم انشالله همین مادر هم میخوایم ساختمان کنیم و بعدا میخواستم که مادر جان چیزی دیگه شما خاطراتون کنیم که اگر که ما زمین هم پیدا کردیم مثلا ما برای یک مادر دیگه ساختمان کردیم انشالله اون ساختمان ما به اتمام میرسه نمیدونم 2 ماه پس میشه یا 3 ماه پس میشه انشالله بعد 3 ماه خودش هم کاکراس زمستون و خیلیش میشه برای که اوج 2 ماه پس زمستون میشه زمستون هم ساختمان کردن نمیشه خلاص هر وقتی که زمین پیدا میشه ما زمین رو میبینیم محکوم میکنیم ساختمان بعد از زمستون انشالله ما نیاز میکنیم که سر کنیم و بعد خیلی با فکر ما که الحمدلله برادرها خوب کمک کرده هستن حضورش با کمک احتیاج نداره و چقدر که مصلحت کرده بودیم خواهر جان همون مبلغایی که مثلا شما با دست میارین و شما در برادرها مقصد روان میکنن ما اون مبلغایی که ما جمع میکنیم و ما امکانیتی به شما خانه سازی هر در یک جای میکنیم و یک خانه خوب ساز میکنیم شما راضی و همه مبلغایی که ما در میآیند چقدر که شما در برادرها کمک همش مهاجرت مهنت مثلا برادرایی که در غریبی هستند همش خدا بشکر یاردم کرد بله یاردم میکنن به حد هستن برادرای غمخوار به حد مقصد برادرای هستن که دلسوزن یاردم میکنن ما باوری چیز 100% دارم برای همین امک جان هر وقتی که نماز میخونیم هر وقتی دسته جا نماز میشنیم در حق اون برادرها دعاگو باشه و خونه انشاءالله اگر که امروز همین صحبت ما در یوتیوب ببرویه انشاءالله اگر اجل ما را امامتیمون نمبره خدا خواهد خونه حتما میشه انشاءالله ما اکنون هیچ باوری نمیبیاید که در یک ناحیه ترسونزاده کلان ما 2 سوتیق زمین نیابیم انشاءالله 2 سوتیق نه 3 سوتیق میابیم خونه را در جایی انشاءالله ساز میکنیم و کوشش میکنیم به خاطر چی برادرها ما خواستیم در حدود ناحیه شهر ترسونزاده شود به خاطر که مقصد شهر این کس کار میکنن برادرها و ما نمیخواهیم که در یک بالای تپه اینا جا کنیم با شوهرش ایکار مونه وقتی شوهر ایکار که ما با مجبور محتاج میشه و با مثال زندگی قیم میشه و خاطر همین ما کوشش کردیم که در حدود یعنی همین ناحیه باشه با خوبتر میشه برادر 2 سوتیق یا 3 سوتیق
در امان اعلی برادر خداوند نگهبان دعاگو باشین اکجان در حق ما موفقیت مودا که مقصد ما هم کار مودا موفق باشیم ان شاء الله همشون برکت پرورده خودش نگهبان شود. نوع ما پرویز اکجان نمره ما را ساختمید کنیم ان شاء الله ما ای روز اکه هر روز در تماس میشه ما به جای فرزند اختام دونید در حق ما دعاگو باشین در امان اعلی خداوند نگهبان برادر پیرو چای میده یاد کنه اما یاد داشته پرورده خودش باشه هم الله اکبر او مجمع میرم خیر رحم و کم تا دوره ان شاء الله امروز عبارتا هر روز در تماس میشیم رحمت